بچه اینجا یه علاقه، اینجا عمومتاً آب رو باید بری از سر چشمه بیاری، برق وجود نیست، بخاری رو تنظیم کنی توی یه دمای خونه مطلوب باشه، اینجوری نیست. بخاری ها حسابی یه دفعه میبینی انقدر داغ میکنه که شما میخواید از خونه برید بیرون، یه موقع هم میبینید که یخ شده خونه. ولی با تمام این تعاریفی که خدمتتون عرض کردم، مردم منطقه تالش میخوان فقط پنجشنبه جمعه بشه و بچه ها رو و بر و بساط رو جمع کنن و بیان اینجا و به نوعی زندگی کردن تو این محیط براشون آرزو. دلیلش چیه که این فضا به این طریق اونقدر براشون شیرین؟ دلیلش اینه که اون مسئله‌ای که ما بهش میگیم کیفیت زندگی اینجا تداعی پیدا کنه. اون مسئله‌ای که ما بهش میگیم همزیستی اینجا براشون تداعی پیدا کنه.